بد نیست که در آغاز یه تعریف جامعی از امنیت شغلی ارائه بشه. موضوع امنیت شغلی همه مؤلفه‌هاشو باید به نظر من ما باید با هم ببریم جلو و باید با هم به نتیجه برسونیم. مؤلفه‌های زیادی طراحی شده در دفترچه‌ای که به عنوان دفترچه امنیت شغلی تهیه شد و ارائه شد به تمام نهادهای مربوطه. از پر اهمیت ترینش یک تواناسازی منابع انسانی است، افزایش ظرفیت نمایش، الزام تلویزیون به خرید فیلم‌های سینمایی است، بیمه آثار، سپردن ارزیابی کل صنوف به خانه سینما است، افزایش ظرفیت تولید، بیمه بازنشستگی، رفاه و تأمین اجتماعی، صیانت از شاغلان سینمایی است. برای اینکه به مفهوم واقعی امنیت شغلی پی ببریم بهتره یه سری به منزل اصغر شاهرودی بزنیم که یکی از بهترین صدا برداران سینما ایران الان 2 ساله که در سکوت به سر میبره. تقریبا 2-3 هفته پیش علی قربان ترابی یکی از اعضای ما فوت کرد. ما هم دیگه عمرمون گذشته دیگه، 60 سال سنمونه. در تمام سالهایی که من در این کار بودم، در 67 سال هیچ اقدامی نشد. 5000 تا عضو خانه سینما حدود 50 تا 60% در سال شاید 8 تا 10 ماهشو بیکارن. گروهی از اونا سالهاست که بیکارن، گروهی بیمه نیستن، گروهی هم که توان کار کردن ندارن، احتیاج به کمک دارن. اصلا من نه بازنشستگی دارم، نه درآمد دارم، نه حقوق بازنشستگی، نه بیمه. حالا اینجوری شده که هر کی پیر بشه و از کار افتاده بشه دستش به هیچ جای بند نیست. من فکر می‌کنم 10 سالی هست که کنار گذاشته شده. 55 سالمه، بیمه نیستم. فقط اینو میدونم که در آینده در قطعه هنرمندان دفن میشم. من به شخص حاضرم اون قبر رو پیش فروش کنم و پولشو بدم به خانه سینما. طی 1 سال گذشته ما 2 تا از دوستان عزیز کارگردانمون رو از دست دادیم. زنده یاد مهدی نوربخش و زنده یاد محمد رضا اعلامی. وقتی که یه هنرمندی رو از دست میدیم تازه روشن میشه که تو چه شرایطی زندگی میکرده. فقط به خاطر پول خونش، پول اجارش، پول درمانش، پول حفظ نگهداری زندگیش. آیا ترس از آینده چیزی نیست که تو کشورهای پیشرفته دنیا کم شده و از بین رفته؟ اونم برای هنرمند، یه سینماگر؟ متاسفانه مناسبات بد کاری که باعث شده بود این دوستان سالها نتونن کار بکنن و شرمنده خودشون و خانوادهشون باشن، اونها رو به جایی رسون که در واقع نتونستن شرایط رو تحمل بکنن. شاید این سرنوشتی باشه که در انتظار خیلی از ماها باشه. در برابر این واقعیت نمی‌شود سکوت کرد که عده زیادی از همکاران ما در وضعیت معیشتی اسفبار به سر میبرند. چه بلایی سر اون خانواده میاد؟ سینمایی که هزاران بار پرچم ایران رو برده بالا، آدماش بسیار ضعیفن، در گوشه از این جامعه سرشون میذارن و میرن. آنچه سینمای ایران بر راه شناختن سرزمین ایران انجام داده، کل کانون دیپلماسی ایران انجام نداده. من فکر می‌کنم صورت مسئله اشتباهه. امنیت شغلی امنیت شغلی به چیزی میگن که یک شغل مشخص تعریف شده وجود داشته باشه که توش بتونی امنیت داشته باشی. مگه ما شغل داریم؟ نه، برای اینکه ظاهراً یه عده اصلا شغل ما رو شغل حساب نمی‌کنن. چرا در مورد یه چیز دیگه صحبت نمی‌کنی؟ همه آن چیزی که در اتفاق میفته مال 5000 نفر اعضای همین خانه سینماست. یعنی خانواده‌ها باید بهای اینو بپردازن که یه عضو خانواده‌شون و احتمالاً نوناوار خانواده‌شون داره توی این صنف کار میکنه. 1 سال پیش یه کار 90 دقیقه‌ای کردم به عنوان برنامه‌ریز. این 90 دقیقه چقدر من باید بگیرم که 1 سال من رو پر کنه که بتونم خانواده‌مو بچرخونم. من اصلا نمیدونستم امنیت شغلی یعنی چی تا وقتی که توی سینما دستا و پاهامو از دست دادم. شاید وقتی اون رو نگاه می‌کنی منم یادت بیاد. 3 ماه ایشون سکته مغزی کرده، نیمی از بدنش فلج شده، قادر به تکلم نیست. وقتی که این اتفاق بر من افتاد خیلی از مدیرا و مسئولین اومدن و با من عکس یادگاری گرفتن و کلی بهم قول دادن. ایشون رو با لباس بیمارستان و سرامی که در دستش الان اونجاست و همینجوری دم در گذاشتن و با ملافه‌ای که ما که بیمارستان میلاد رو هم داریم. الان که 3 سال از اون اتفاق داره میگذره هیچ اتفاقی برای من نیفتاده. زشت‌ترین حالت برای ما چیه؟ اینکه بترسیم اگه یه روزی رفتیم بیمارستان پول نداشته باشیم مداوا کنیم خودمون و خانواده‌مون. یکی از بازیگرای مطرح تئاتر و سینمای ما
تو بیمارستان گرو بود به خاطر هزینه‌های بیمارستان. شاید مثلا 1 سال بعد 2 سال بعد سری به خانواده‌هاشون زدیم، اونا یه بچه داشتن رفتیم ببینیم بچه‌شون کجا. حقوق بازنشستگیش 365 تومنه. بعد خودش رو بیمه کرده بوده، 25 سال بیمش بوده. بعد توی این موقعیت با این مبلغ خب زندگی خیلی سخته. اونا اگه مثلا فرض کن که خانواده‌شون مثلا فرض کن که در یک تنگنای مالی قرار گرفتن، آیا رسیدگی کردیم؟ چیزی که یادمون میره آدم‌هایی هستن که پشت این پرده هستن ولی امروز دیگه لبخندی ندارن، شاید در شرایط خوبی نیستن. این حمایت‌ها دلم میخواد که همیشگی باشه، تثبیت شده باشه، نه اینکه من الان نگران باشم که مبادا حمایتش قطع بشه، مبادا یه روز دیگه اگر قطع بشه من چه باید بکنم. و من واقعا میتونم اینو کات کنین لطفاً. الان تو حال خودم. آقا اینی که شعار میدید که انقلاب ما فرهنگیه، ما برای فرهنگ انقلاب کردیم، این وضعیت اهالی فرهنگی مملکت و این خیلی دردآوره برای فرهنگ یک مملکت و هنرمندانی که هنوز جایگاه خودشون رو در اینجا به دست نیاوردن. زنگ خطریه که بایستی مسئولین و دولت مردا بهش توجه بکنن. ماده 104 و 116 پیش بینی کردن هم تصویب لایحه تامین امنیت شغلی رو، هم تشکیل صندوق بیمه بیکاری رو. متاسفانه از اون تاریخ تا الان 5 سال گذشته و دولت به وظیفش در این خصوص اقدامی نکرده. انجمنی هم که در خانه سینما هستش هیچ کار است در است. مشکلمون اینه که این صنف رو هیچ جایی تثبیت نکردیم. برای جریان صنفی عیب به نظرم تلقی میشد که هیچ وقت نمیتونست درخواست خودش رو توی موضوع امنیت شغلی به شکل مدون ارائه بده. ما هرچی تلاش کردیم نتونستیم باب تعامل و گفتگو رو در این دوره باز کنیم. ما حتی برای گفتن در مورد امنیت شغلی هم امنیت نداشتیم. به دلیل اینکه فکر میکنن قوام یافتگی یک جریان صنفی به ضرر در واقع یه جوری با آمال و آرزوها و آرمانهای دولت ممکنه سازگاری نداشته باشه، عملاً با جریان صنفی مشکل دارن. طبق آمار اعلام شده دورریز نون شهر تهران 1 میلیارد تومنه و آن چیزی که صندوق بازنشستگی و بیکاری خانه سینما با 5000 نفر عضو لازم داره 5 میلیارد تومنه. یعنی فقط 5 روزه دورریز نان تهران. واقعا باور نمی‌کنم که مسئولین ندونن و اطلاع نداشته باشن. اصلا باید این حرفا گفته بشه، اصلا بعد اعضای خانه سینما این حرفا رو بزنن تا بهش جامعه عمل پوشیده بشه. حفظ حرمت حرفه‌ای کسانی که تک به تک حق به گردن این سینما دارند پیشکشتان، بقای زنده ماندنشان را دریاب. امیدوارم یک روزی باشه که ما هم با آرامش خاطر کار کنیم. ما از دولت می‌خوایم که به وظیفش عمل کنه و واقعا به جای برگزار کردن مراسم رنگ و وارنگ و اعطای سکه و نشان دکترا این حرفا به فکر هنرمندا باشه. خواهش میکنم این امنیت شغلی رو براش یه کاری بکن. من امیدوارم روزی به وجود بیاد که شأن هنرمند که اینقدر راجبش داد سخن میدیم و اینقدر شعار میدیم به شکل واقعی حفظ بشه. مملکت بی هنر بی فرهنگ خواهد بود. مملکت بی فرهنگ نابود. حیفه که به فکر کسانی که برای فرهنگ این اجتماع تلاش میکنن نباشیم. وقتی اهالی سینما به علت فشار مالی نتونن درست فکر کنن، ضررش رو ملت ایران میدن. اگر باقی مانده دوران تصدی هم به همین منوال پیش بره، اتفاقات بدتری هم میفته و ناگزیر فکر میکنم کار جدی سینماگران با معاونت سینمایی بعدی خواهد. احتیاج هست که